سلام و عرض ارادت خدمت دوستان و همراهان عزیز و گرامی. گربه رو نگاه بکنید، اینجا ظرف غذا هم دارن، غذای گربه و ظرف غذای خشک البته، و ظرف آب. یعنی به نظر شما این گربه موش از کنارش رد بشه دیگه این کار انجام میده بگیرتش؟ فکر میکنم با این کار اکوسیستم رو ریختن به هم یه جورایی. در صورت دست بردن در طبیعت به هر نحوی مشکل سازه و به نظر منم اینم یکی از دستکاری های طبیعت. نظراتتون رو کامنت کنید ببینم شما چه نظری میدید. نگاه بکنید، غذاش آماده است دیگه، نمیره گربه بگیره، دیگه نمیره موش بگیره. در واقع در خدمتتون هستم. روز و روزگار خوش.